منتخب فوتبال بانوان تاجیکستان بازی سهمی خود را مقابل تیم ملی ایران در دوره رقابت‌های مسابقه اساسیاسی فوتبالی آسیای مرکزی برگزار کرد و آخری با غلبه بزرگ خوبانی ایران به انجام رسید. 2 دقیقه سپری نشده از رقابت بانوان ایران با تشبث گل زیبایی زده افسانه چترینور به پیش برآمدند. هستی فروزنده در دقیقه 31 از بیرون جریمه‌گاه با یک ضربه تابناک گل دوم تیم ملی بانوان ایران را به ثمر رسانید. تا به تنفس رفتن حمایتگر ملکه متولی طاهر بعد از ضربه کنجی وارد نمودن توپ از اشتباه دروازه‌بان استفاده نموده حساب را 3-0 نمود. در قسم دوم هستی فروزنده از مسافه خیلی دور توپ را وارد دروازه خالی نمود و دوم را به نامش نوشت. 4 دقیقه ماندن تا به خاتمه بازی افسانه چترینور نیز گل دومش را به ثمر رسانید و با حساب عمومی 5-0 تیم ملی بانوان ایران به پیروزی نوبتی‌اش دست یافت. خوبان ایران در دوره گذشته آزاد بودند و آنها در 2 رقابت دایر نموده در حسابشان 2 پیروزی است. بانوان تاجیکستان باشند در 3 و آخری تنها صاحب یک امتیاز گشتند. در بازی دیگر همین دور ملی پوشان ازبکستان در میدان مرکزی شهر دوشنبه با منتخب بانوان ترکمنستان رقابت کردند. این واخری هم سرگل و به نفع بانوان کشور همسایه ازبکستان جنبش شد. در دهه اول شهریزاده زین‌الدینова بعد یک بازیگزاری زیبا حساب را باز نمود. هدف اساسی منتخب ترکمنستان در این واخری تنها گل زیاد سر ندادن بود که این نقشه در قسم اول عملی کرده شد، ولی در قسم دوم شاگردان متخصص ژاپنی میداری خوانده 5 گل به جواب دیگر را به دروازه بانوان ترکمنستان روان کردند. زرینه محمدکریمова در آغاز نیمه دوم 2 مرتبه به زدن گل دست یافته حساب را تا به 3-0 رساند. عزیزا نوربایوا باشد بعد در قسم دوم به میدان آمدنش مشرف به زدن گل چهارم تیمش شد. در دقیقه 79 کمیله ظریف و مؤلف یکی از گل‌های زیبای مسابقه گردید. نقطه آخر را در دقیقه‌های اضافه‌ای صالحه حسن‌الدینова از پنالتی گذاشت. بعد این پیروزی منتخب زنانه ازبکستان با تفاوت گل‌ها همان صدرنشین جدول باقی می‌ماند. منتخب بانوان تاجیکستان بعد 12 گل سر داده در 3 دور با یک امتیاز در زینه آخری جدول قرار دارند. بازی آخری شاگردان یوسف ربیوف مقابل منتخب قرقیزستان خواهد بود. قرقیزستان نیز تا حال به پیروزی دست نیافته است.